استرس و اضطراب عضوی از زندگی ما شده دیگه این روزمره و این طبیعت بدنمونه. مثلا ذهن یه ابزار تکاملیه، برای بقا ساخته شده نه برای لذت. به نظر بیاین فکر کنی به همه چیز به غیر از خرس سفید. ما کسی نیستیم که فکر میکنه، ما کسیم که داریم به اون افکار نگاه میکنیم. دانیال اصلا انقدری که وقتی میام خونه فکرم درگیره، فکر میکنم اصلا تو فکر کردن من باز دارم فکر میکنم. توی عکس خیلی جالب میگه ما اگه حسامون رو بتونیم خوب حس کنیم، درکشون بکنیم، این اتفاقات دیگه نمیفته. دانیال تا حالا واسه پیش اومده تو اتاق وقتی خلوت کردی واسه خودت یه دفعه یه افکار شلوغی، یه اتوبان فکر بیاد تو ذهنت که اصلا ندونی چیکار بکنی؟ آره فکر میکنم دیگه باید الان کمتر کسی، اصلا بگم کسی دیگه نیست که توی خلوت خودش ذهنش شلوغ‌ترین اتفاقات ممکن براش نیفته به نظر من. خب ببین نکتهش هم همینجاست. تو واسه خودت داری خلوت میکنی، به یه آرامشی برسی، ذهنتو یک ریلکسی واسه خودت بکنی که بتونی از اون روزمرگی زندگی رها بشی. بعد یه دفعه تو ذهنت کلی اضطراب و نگرانی و از این جور موارد یه دفعه میاد تو ذهنت. یه چیزی خوندم در مورد یه موضوعی که مثلا بهش میگفتن که یه آزمایشی بود به نام آزمایش خرس سفید. بعد این خرس سفید چه جوری بود؟ یه روانشناس میاد به مردم میگه که آقا بیاین فکر کنین به همه چیز به غیر از خرس سفید. بعد نتیجه آزمایش جالب بوده، میاد میبینی که همه فقط به خرس سفید فکر کردن. آره همش این اصلا یه جورایی مثلا انگار تو داری سرکوب میکنی، یعنی هرچی بیشتر بخوای به اون موضوعی که داری دغدغت هستش فکر بکنی، عملا داری با خودت این اجازه رو میدی که مدام بهش فکر کنی یه بیشتر. آره مثلا مدام بیفتی توش. ببین بابا، به نظرم درستش هم همینه. اصلا ذهن یه ابزار تکاملیه، برای بقا ساخته شده نه برای لذت به نظرم. یعنی که ما اگه به قولی به یک سری افکار منفی در آینده داریم فکر میکنیم، مغز داره کارش درست اتفاق انجام میده، سیستمشه. و معمولا جای این داستان برای ما نامطلوبه و به قولی فکر میکنیم وای چی شده الان، چرا من اینقدر دارم به یک نکته منفی فکر میکنم. این که فکر میکنیم یه مریضی، بیماری حساب میشه، در جایی که نیست. این خاصیت ذهنمونه، برای بقا باید بجنگه، فکر میکنه. ببین دانیال جان، ما الان تو پرو حرفیت که گفته بودی تو سال 2026 داریم زندگی میکنیم، زندگی غارنشینی که نداریم بگیم که آقا از سرما و گرما و نمیدونم حمله حیوانات وحشی میخوایم. آره مثلا بخوایم بریم از یه چیزای فاکتور بگیم و دور باشیم. ببین الان استرس و اضطراب عضوی از زندگی ما شده دیگه این روزمره و این طبیعت بدنمونه که مثلا نگاه کن یه دفعه رئیست ایمیل میزنه اضطراب میگیری، نمیدونم برای اینکه میری توی اینستاگرام دور میزنی از بقیه عقب نمونی این اضطراب میاد. آره هورمونای کورتیزول و نمیدونم دوپامین و اینا که هی بدن ترشح میکنه. خب یه سری مسائلی هستش که اینجا مطرح میشه. خب اونم اینه که خب تو نمیتونی بگی که آقا من بخوای این تعادل هورمونی بدنت رو درست بکنی با 4 تا جمله انگیزشی. باگ میدونم چی میگی، اصلا بدتر هم داره میشه. یعنی الان تو اگه این اینستاگرام رو باز کنی یا حالا هر پلتفرمی، این دوره های انگیزشی داره بیشتر و بیشتر میشه. اصطلاحا الان دیگه اصلا دارن میگن دیگه به قولی سیستماتیک شدن، به قولی مدیتیشن و دوره هاش، به قولی میان دوره ثروت و آرامش ذهن میفروشن، در جایی که بابک خب طرف نداره الان از اجاره خونش عقبه، مگه میتونه بهش فکر نکنه با 4 تا نفس عمیق و به قولی فکر نکردن به افکار منفی و جذب ثروت؟ خب داداش نمیشه. به نظرم اقتصاد با بیولوژیک داره گره میخوره، تو نمیتونی اینو کتمان کنی. یارو اصلا مغزش قفله، چکشه، بعد بیاد فکر کنه مثلا به قول تو مثلا نفس عمیق بکش، نه مدیتیشن کن، نمیشه. کورتیزولش به قول تو انقدر زده بالا، اصلا السیش کشیده، ترمز دستی اینجوری واسطاده به تمام به قولی افکارش، نمیتونه مثلا فکر نکنه مثلا اصلا من یه چیز روتین زندگیمه بعضی وقتا که مثلا با خودم خلوت میکنم. دانیال اصلا
انقدری که وقتی میام خونه فکرم درگیره، فکر میکنم که اصلا تو فکر کردنم من باز دارم فکر میکنم. یعنی انقدر مثلا وقتی خلوت میکنم واقعا اینجوری ذهنم میشه. آره فرو میرم. آره الان مثلا تو پروژه صحبتی که داشتی مثلا یه جمله جالبی گفتی درباره مدیتیشن. خب مثلا خب آره بابا تو اینستا داری پر، یوتیوب پره که مثلا دارن درباره مدیتیشن ها صحبت میکنن اینجوری چیزا. یه چیز جالبی بود در مورد مدیتیشن سکوت. خب بعد خیلی بازدهی منفی داشته این موضوع. حالا ممکنه واسه یه عده خوب باشه و بهش ثمره رسیده باشن و جوابم گرفته باشن ازش، ولی خب میومده چیکار میکرده؟ میگفت که آقا بیاین مثلا یه دوره سکوت بکنیم. و بعد بازدهی منفیش اینجا بوده که انقدر واسه کسی که مشکل داشته وقتی که می‌خواست از این مدیتیشن استفاده کنه انقدر بازتاب منفی تو ذهنش میامدن، مشکلات زندگیش و اینجور چیزها تو ذهنش میامده، بهش طرف حمله پنیک میشده، مثلا تروماهای قدیمی میامده باره جلوی چشش و مثلا یه جوری میگم مثلا فیدبک خیلی منفی نسبت به این موضوع واسش پیدا شده. مثلا یه به قول معروف من اونجا نوشته بودم که می‌خواستم از روش بخونم، مثلا نوشته بود که آقا تو فکر کن داری میدویی، بعد یه دفعه وایسی، بعد وایسی بعد بگی خب پس این ذهنیتی دیگه نیاد تو ذهن من، تموم بشه. آره من اتفاقا بین صحبتت قشنگ داشتم به راه حل این موضوع فکر می‌کردم که چطور میشه مثلا به قولی اینو حلاجی کرد یا به قولی یک چاره‌ای براش اندیشید. اتفاقا میگه که توی اصطلاح تو روانشناسی اکت روی کرده اکت که ما کسی نیستیم که فکر میکنه، ما کسیم که داریم به اون افکار نگاه میکنیم. اینجوری بیانش میکنه. آره و این داستان به این برمیگرده که توی اکت که میگه به قولی اصطلاح نوشتم اینجا گسستگی شناختی، به گسستگی شناختی مربوط میشه که آدم نمیتونه به یک ابری که تو آسمون هست بره تو جنگش، بره اون ابر رو از بین ببره که فقط صرفا اونجا نباشه. ابر میاد و میره، پس ما فقط محکوم به اینیم که اصطلاحاً باشیم کنارش تا اون هم آروم آروم از زندگی ما فید بشه یا بره. نمیتونیم باش بجنگیم. یعنی افکار جوری ساخته شده که باید باشون دوستی کنی، به نظرم زیست کنی و اون زیسته باعث میشه که کم کم خودش همونجا جا پیدا کنه یا بره یا فید بشه تو ذهن تو. ببین این موضوعی که تو گفتی خیلی دیگه باید رو خودت کار کرده باشی، واقعا وقت باید بذاری بتونی آره مثلا به این موضوع نگاه کنی. خب آره راههایی هستش که مثلا بتونی این مشکل رو تو ذهنت حلش بکنی. آقا من بعضی وقتا بهش فکر میکنم که واقعا یه روش علمی تکنیکی تو این موضوع هستش، میگه که آقا تو اگر این افکار میاد تو ذهنت و داره اذیتت میکنه، همون موقع 2 تا نفس عمیق بکش با دماغ دم، بعد یک بازدم خیلی طولانی انجام بده دیگه که مثلا بتونی این ریت رو تخلیه بکنی کامل. در ادامهش میگه آقا این باعث میشه که آقا بالانس دی اکسید کربن تو خون باشه خوب مثلا انجام بشه و بعد قلبت تپشاش آهسته تر میشه وقتی که با این موارد ساز و کوک میشه. آره قشنگ آره یه کمکی یه بالانسی اینجوری داره میاد. ولی خب آره من یه چیزی هستش ما اینا بگیم آقا روش تکنیکیه، بیایم بگیم آقا اینا گذراست. اولش باید خودت فکر بکنی به این موضوع. تکنیک و مواردی که با هم صحبت کردیم توی نکته تقریبا میشه گفت خلاصه میشه. من میگم آقا مثلا من که حالا مثلا وقتی که میخونه یا دربارش میتونی بخونیم توی اکت خیلی جالب میگه آقا ما اگه حس هامون رو بتونیم خوب حس کنیم، درکشون بکنیم، این اتفاقات دیگه نمیافته. یعنی چی؟ ما به جنگ تمام حسامون داریم میریم. موقعی که باید عصبانی بشیم عصبانی نمیشیم. دقت کن، عصبانی نمیشی، میای خونه بهش فکر میکنی من چرا اونجا جواب این آقا رو برای دفاع از خودم ندادم. میشه رنج میشه یک ترس که بعداً باز دوباره اگه من دوباره این اتفاق برم بیفته آیا میتونم مقابله کنم. یعنی چی؟ یک حسو که درک نکردی تو خونه تمامی حسا یهو پشت درم دارن تق تق در میزنن، بعد افکارت پیچیده میشه و اونجا هی اصطلاح اوورسینک میشی، هی فکر میکنی. پس به نظرم ما اگه بیایم
قبلی که این اتفاقا رو رقم بزنیم بیایم خوب اونجا عصبانی بشیم، خوب بترسیم. آقا ترس یک هیجان سالمه. خیلی وقتا ما اصلا میگیم آقا نه با شجاع باشیم، نه آقا ترس هیجان سالم. شما وقتی میخواید به آتیش دست بزنید ترس باد غلبه مثل کنه، دست این نزنید. ترس از نگفتن که خیلی بینمون اومده. آره آفرین، هستش. یعنی نگفتن خودش به قولی اتفاق سالمه، ترسش هم بعضی جا سالمه که آقا باید نه رو بگی. و اینو من میگم اگه خوب حس کنیم، خوب درک کنیم، به قولی بتونیم لمسش کنیم با بدنمون، دیگه فانتزن نیست که بگیم مثلا من آدم شادیم الکی، نه فقط خوب بتونیم درکش کنیم، دیگه افکار نمیاد سراغمون. یعنی راه حل منطقی اگه بهش فکر کنید قطعا اینو به قدم به قدم انجام بدین، دیگه فکر نمیاد سراغمون، دیگه درگیریامون کمتر میشه. و این به این معنی هم نیست ها، بعضی وقتا دیدی که این صحبت ها میشه بعضی فکر میکنن آقا این پرفکت بودن، این سوپرمن طرف، نه یعنی تکاملی ما باید یک سری موارد رو بریم جلو و یکی که خوبشون کنیم. قرار نیست الکی شاد باشیم همه جا بخندیم، قرار به اندازه یک کار مثبتی که انجام میدیم پاداش بگیریم و شاد بشیم، مثلا تعریف شادی. یا عصبانیت همینجوری که مثال زدم، اون جایی که باید از حقمون دفاع کنیم که بعداً نیایم تبدیل بشه به رنج و هی قصه بخوریم، خودخوری فکری. دقیقاً. پس خوب حس کردن به نظرم میتونه خلاصه و اوریج حرف من و شما باشه با تکنیکایی که صحبت شد. من دانیال یه چیزی که در ادامه صحبتت بخوام بگم، ببین ما باید به یه خودشناسی هم به خودمون برسیم دیگه. قاعدتا دیگه آقا تو وقتی که از خود درونت با خبر باشی میدونی چی کار داری میکنی اینجور چیزا. با کنترل احساساتی که شما فرمودین، با یه تکنیک های ورزشی که هستش اینجور چیزا. خب مثلا یه جا من خوندم که آقا تو اول باید ذهنتو آروم بکنی، بعد بتونی از با تکنیک های روان درمانی یا درمانی و پزشکی و اینجور چیزها تسریعش. آره مثلا که بتونی. خب ما باید تا بعض خیلی ها مثلا تو نسل حالا که من دارم میبینم خیلی ها تو این موضوع اصلا با خودشون درگیرن، هنوز نمیتونن تصمیمات هیجانی میگیرن، هضم نمیکنن. آره دنبال یه شورتکاتن که زودتر برسن. آقا این طرف با من برای صحبت کردیم، پس من باید جوابشو بدم، باید یک جوری به این بهش برسن که این آدمه رو مثلا حذفش بکنم. یا مثلا اگر نمیدونم خیلی چیزای دیگه مثل دانشگاه رفتن، یعنی ما کلاس‌ها رو کلاس‌ها رو نمیریم، آخرش انتظار یه نمره خوبی داریم از استاد زودتر به ما این نمره رو بده که تموم بشه بره. آره خیلی جالبه. الان نکته که گفتی میون کلمات ببخشید، توی همین روانشناسی اکت میگه بعض وقتا آدما از رنج دادن خودشون لذت میبرن، برای همین به اینجا ختم میشه. میذاره آخر ترم، میذاره تو لحظه آخر، در جایی که مثلا 3 ماه وقت بوده، 2 ماه وقت بوده، فقط فشار بیاد، اصطلاحاً کورتیزول ترشح کنه، دوپامین ترشح بشه، وای من فردا امتحان دارم، با درد به این داستان بتونه برای خودش به قولی دیتا جمع کنه و امتحانشو بده. و بعض وقتا هم بابا یه نکته که تو صحبتت هستش، میدونم چی میگی، تو نسل ما شاید بیشتر شده یا تو نسل شما الان خودشو تازه نمایان کرده و بگیم برابر باشیم، عادت شده، نمیدونیم که مشکلمون آقا از درک افکارمونه. از اینجا باید به نظر من سالم باشه، بعد تو بتونی کار کنی، بتونی زندگی کنی. اصلا دقیقا من میگم آقا یک پدر خوب ذهن سالمی داره، یه مادر خوب یا یک پارتنر خوب ذهن سالمی داره، بعد میتونه چیز باشه. حرفی که با هم میزنیم و من همیشه میگم من اول خودم مغزم با سالم باشه، بعد بتونم به تو کمک کنم یا بتونم به اصطلاحاً کارام برسم. و اینو اگه نتونن درک کنن و به قولی باهاش بجنگن، میشه چیزی که تو میگی، یعنی تش سیاهی. طرف نمیتونه بپذیره یکی بهش گفته بالا چشه در یا طرف نمیتونه بپذیره که آقا من باید 2 ساعت زودتر بیام سر قرار تا انقدر خودم رو عذاب ندم که مثلا 5 دقیقه دیرتر میرسم. یعنی با اذیت کردن یا به قولی با اصطلاحاً عصبانیت‌های الکی تو ذهنشون جنگیدن با کسی، خودشون افکارشون خراب میکنن. من یه موضوعی بودش صحبت کردی، گفتی که حالا مثلا نسل شما، ببین ما اگه با مشکلی برمیخوردیم خب و که نمیتونستیم راه حلی پیدا بکنیم، به قول قدیمی مثلا بودش که آقا با یک نفر مشورت کنیم. قبلا هم میگفتن آقا پیر جمع و اینجور چیزا، حالا نمیگم انقدر پیرم ولی خب یه سعی میکنیم با یه آدمش که مثلا اهل میتونه قابل مشورته باش صحبت بکنیم، راه حل رو بگیریم. و
اون رو استفاده میکردیم که دیگه بعدها نگیم که آقا من چرا چنین کاری نکردم. خودی فکری بیاد تو ذهنمون دیگه، نشخوار فکری به قول معروف، که همش بگیم که چرا این کار نکردیم، چرا نتونستم استفاده بکنم، چرا چنین جوابی ندادم، چرا چنین کاری نکردم. خب اینو میاد دیگه واقعا. درست. نه داشتم به حرفت فکر میکردم. درد باید بکشی تا جواب مزد تو بگیری. یعنی یا به قول تو باید عمل کنی به حرف سالم یکی دیگه، یا خودت به نتیجه سالم میرسی، ولی همیشه به خودخواهی که نمیتونی بکنی. باید لجبازی با خودت نباید داشته داشته باشی. باید انجامش بدی. و کارهای خوب هم درد داره بی تعارف. یعنی نمیتونیم بگیم آقا کار خوب راحته. کار خوب یعنی چی؟ آقا مثلا من میخوام مطالعه کنم، درد داره. باید تو وقت بذاری. آره حس هم نمیکشه واقعا درد. اصلا بعضی مثلا میگن آقا ما صبح زود بیدار میشیم میریم ورزش، مثلا این تایم، این آقا داره درد میکشه که فقط رنج نکشه در آینده. به قولی تو نیاد نوشخوار فکری کنه. این همون صحبت تو تقریبا حالا ادامش، که به قول تو آقا یه بزرگتر یه نکته رو میگه، ما اگه اونو عمل نکنیم، دردمون رفتار رو نکشیم، محکوم به قولی نابودیم، یا به قولی به خطایی. ذهن آروم میخوای، باید بیای قدم به قدم با خودت هی دوست‌تر بشی، قدم به قدم با احساساتت بیای جلو، باشون وقت بگذرونی. توی پادکستی خیلی جالب بود، حالا اینو در رابطه با مدیران کسب و کارها میگفت که معمولا دیگه اگه دقت کنی، حالا هممون مدیرا بیشتر مولتی تاسکیم دیگه. یعنی قشنگ تو دو لیست طرف میبینی 50 بند داره که یکی یکی باید تیک بزنه روزشو تموم کنه. خیلی جالب بود. میگفت حالا برای ما هم هستش، فرقی نداره با افراد دیگه، که تو این تو دو لیستامون یک جا برای خودمون خلوت و افکارمون با خودمون نداریم. اگه دقت کنی واسه دیگران داریم آفرین وقت میذاریم برای همه قسمتاش، برای کارمند، برای دوست، برای رفیق، برای پارتنر، ولی یک جا برای خودمون نیومدیم تو اون تو دو لیسته بنویسیم که آقا نشستم با افکارمون، آقا بیام فکر کنیم من چرا اینجا امروز نترسیدم، من چرا امروز اینجوری نکردم، این عصبانیت رو به خرج ندادم. حالا هر کدوم اینا یه تکنیکه، احتمالاً باید دربارش بخونی و آگاه باشی که بتونی انجامش بدی، ولی صرفا اصلا همین به قول تو مشورت گرفتن با یه بزرگتر برای ادامه یک رابطه، یا برای روندی، برای رشد مالی، اینا نداریم، وقت نمیذاریم و دوست داریم به قول تو بهترین نتیجه رو تو شورتکات بگیریم. یعنی بهترین نتیجه در قبال عمل نکردن نمیشه. این با هم همخوانی نداره. اصلا همیشه باید میگن که آقا وقتی که میخوای از این روش هایی که واسه نشخوار فکریت میشه، خب ما دنبال یه پادزهری هم باید بگردیم که آقا چی کار بکنیم که من نشم اینجوری. من خودم بعضی وقتا خب راه میرم موزیک گوش میدم. اصلا اوایل مثلا میگفتم که با خودم میامدم میزدم به سرم، بابک فکر نکن، اصلا به این موضوع فکر نکن، پاشو برو مثلا خرس سفیده بهش میگفتی نکن، ولی خب آره میره بیشتر انجام میده، بیشتر این خرس سفیده بزرگتر میشد. آره داره. قشنگ اینجوری میشد و گفتم بابک الان برای اینکه اینجوری نشه پاشو برو بیرون، پاشو یه زنگی بزن، برو تو خانواده، نمیدونم یه کتابی بردار بخون، تلویزیون رو روشن کن. خیلی جالبه نکته که داری میگی، حالا یا ناهوشیار یا دربارش خوندی. میدونی بیشترین نجات افرادی که قصد خودکشی دارن به چه سبکه؟ نمیدونم دربارش خوندی یا گوش دادی. میگه که یک قدم از اون محیطی که هستی دور شو. یک قدم. یعنی میگه آقا مثلا میگه داره فکر میکنه خودشو بندازه، طرفی که تلفن رو برمی‌داره، تا خیلی جالب تکنیک هم بود، میگفت صدات نمیاد، جابجا شد 2 قدم، واقعا 2 قدم جابجا شد. یعنی همین حرفی که داری میزنی ناهوشیار یا حالا دربارش خوندی، قشنگ کمک میکنه به اینکه تو بتونی اون افکار تو کنار اینکه هستش و نمیشه بهش فکر نکرد، سالم آروم فیدش کنی، مثل اون ابره گذرا بذاری بره و خرسه بزرگتر نشه، ابره بذاری کم رنگ بشه، فید بشه. و خب دقیقاً همینه. حالا نکته جنبندی من که من دانش جان خیلی از این اپیزودم راضی بودم، یعنی واقعا موضوع قشنگی بود، یعنی واقعا یه چیزی بودش که خودم تو زندگی روزمره‌ام خیلی باش درگیرم و اینها، و امیدوارم که البته میگم فقط معلم خوبی نباشم، خودم هم عمل کنم بهش. آره فقط میگیم حالا، ولی امیدوارم در دراز مدت این نشخوار فکری که با روش‌ها و تاکتیکایی که مثلا گفتن در موردش مثل چیز نباشه، یعنی واقعا رها بشیم ازش. خیلی خب شرایط جامعه، شرایط زندگی همه جوونامون تو به یه صورتی تحت تاثیر قرار گرفتیم
و نمیتونیم من بگیم نه نیستش. ما پکیج فروش نیستیم که بگیم برای اینکه ذهن ذهن آرومی داشته باشین آقا باید این کارو بکنه اینجوری بره جلو اینجوری چیزا، نه، اول و آخرش دست خودمونه. من نه واسه خود ختم کلام دیگه حرفی ندارم واسه این موضوع و اگه شما جمله‌ای دارین بفرمایید. نه بابک، من هم همینطور مثل تو خیلی این اپیزودو دوست دارم، به نظرم از اون اپیزودهای باحاله، چون که اتفاقی که برای هممون پیش میاد و شاید خیلی هم باش دست و پنجه نرم کنیم ولی صرفا هست. و مثلا خلاصه حرفمون همین شد که این افکار هستن، این اتفاقات هستن، فقط تو باید باهاشون سازش کنی به تکنیک هایی که صحبت کردیم، اتفاقایی که با هم گپ زدیم دربارش، بتونیم اینا رو کمی ساده تر کنیم، یکم فیتر کنیم تو زندگیمون تا یکم حال خوب بیشتری داشته باشیم نسبت به قبلمون. در نهایت هم وقت همه شما عزیزان نگیریم و ممنون تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. اون قلب پایین رو برامون قرمزش کنید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید که خیلی برامون ارزشمنده. تا اپیزود دیگه دم همگی گرم، خدا نگهدار. دوستان تا اپیزود بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه.